چیزی که برای من تو تاجیکستان خیلی ارزشمنده و خیلی برای من چسبید و دلچسب بود، فرهنگ مشترک ما، زبان مشترک ما، زیبایی و اصالت اینجا بود که دلم میخواد اون چیزی که من اینجا احساس کردم تک تک ایرانی‌ها بیان اینجا و احساس کنن و اون چیزی که من باهاش احساس غرور کردم از هم زبان بودن و از هم فرهنگ بودن با مردم مهمون نواز اینجا، اونا هم احساسش بکنن. تصور من از شهر دوشنبه اصلا همچین چیزی نبود. بسیار شهر تمیز، مدرن، ماشینای لوکس، مردم مدرن، مهمون نوازی، لبخند آدما و یه حس نزدیکی بسیار زیادی که ما به مردم اینجا داریم برای ما مطمئنم یک خاطره و سفر بسیار بسیار خوبی رو رقم میزنه. من به تمام ایرانی‌ها و هموطنای عزیز خودم توصیه میکنم که حداقل یک بار شده برای لمس اون فرهنگ و اون زبان مشترکمون بیان و تاجیکستان رو ببینن، به خصوص دوشنبه رو. جایی که خیلی دوست داشتم قلعه حصار بود در شهر حصار که 3000 سال قدمت داره. اونجا دو طرفش لباسای تاجیکی رو میتونی بپوشی، لباساشون هم که فوق العاده خوش رنگ و خوشگله. من اون روز که اون لباسا رو پوشیده بودم انقدر آدما مهربون بودن، همش میمدن می‌خواستن با ما عکس بگیرن و ما رو دوست داشتن، به ما عشق میدادن. واقعا تو این احساس شیرینی که اینجا میتونی تجربه کنی فکر نمی‌کنم تو هیچ کشوری برای ما ایرانی‌ها و فارسی زبانا این حس چشیدنی باشه.